بیاین ما هم امروز بریم باغ گل‌های دبی که حسابی معروفه. اینجا ورودی میراکل گاردنه. ورودی برای هر نفر 105 درهم هست. اینجا واقعا زیباست و ارزش دیدن داره. با خودت فکر میکنید چجوری توی این آب و هوا اینجا اینقدر زنده و خوشگله. دوتا از نماهای این باغ گل بین آدما خیلی معروفن. اولیش این ساعته که اطرافش رو میبینید و دومیش هواپیمای امارات که روش پر از گله. یعنی با جزئیات تمام گلا روی این بدنه کار شده. خلاصه هر طرفیه که نگاه کنی زیبایی میبینی. حالا به هر شکلی میتونه وجود داشته باشه. میتونه خرس باشه، میتونه پنگوئن باشه. برای رسیدن به این باغ گل میتونید از مترو استفاده کنید که باید ایستگاه مال آف دی امارات پیاده بشید و اتوبوس میراکل گاردن رو سوار بشید و دقیقاً دم در ورودیش پیاده بشید. اینجا هم خونه اسمورفا بود و واقعاً خوشگل و دیدنی بود. خلاصه که حتما توصیه میکنم اینجا رو ببینید. فقط حواستون باشه که از اواخر خرداد تا اوایل آبان اینجا بسته است. فعلا